سلام گرم و صمیمی به همه همراهای دفتر زندگی. داستان امروز داستان یه دختر بچه بیگناهه که از همون بچگی مجبور میشه پا تو دنیای تاریک مواد مخدر رو خلاف بذاره. یه دختر بچه 12 ساله که به جای بازی و مدرسه رفتن از سرما میلرزه و منتظر مشتریهای مواد مخدره. ساقی کوچولوی تهران که مجبور به این کار شده، اما کابوس واقعی اونجایی شروع میشه که میفهمه پدر و مادرش تصمیم گرفتن اونو به یه قاچاقچی بزرگ بفروشن. اگه میخوان بدونی سرنوشت این دختر چی میشه، با لایک کردن این پست همراه هم باشید. هوا سرد بود و از سرما داشتم به خودم میلرزیدم، اما باید صبر میکردم تا مشتری همیشگی بیاد و جنسش رو تحویل بگیره. وقتی که به خونه برگشتم، هوا گرگومی شده بود و صدای پارس سگ‌های ولگرد تو کوچه پیچیده بود و وحشت به دل مینداخت. سن و سالم زیاد نبود. یه دختر بچه 12 ساله بودم که به لطف پدر مادر معتادم و داداشای عیاشم شده بودم ساقی تهران. اون شب دست و پام از سرما کرخ شده بود. جلوی بخاری دراز کشیدم و پاهام رو کنار بخاری نفتی گذاشتم تا گرم بشم. در همون حال پلکامو بستم. صدای پچ پچ پدر مادرمو میتونستم بشنوم. اونا راجع به من حرف میزدن و این کنجکاوترم میکرد برای به خواب نرفتن و گوش دادم بهشون. مادرم با نشگی از فروش من به قادرنامی حرف میزد که شنیده بودم آدم درستی نیست. میدونستم کارش قاچاق دخترا به دبی هست. با حرفاشون ته دلم خالی شده بود. بعضی روزا به این فکر میکردم که نکنه اصلا من بچه‌شون نیستم، اما میدیدم که متاسفانه شبیهشونم و میدیدم که رفتارشون حتی با برادرهام هم درست نیست. برادرام چند سالی بود که عین خودشون شده بودن، معتاد و هفقد که حتی دیگه خودشون هم نمیشناختن. خانواده‌ام انقدر ازم کار میکشیدن که دیگه وقتی برای درس خوندنم برام نمونده بود و حالا با این حرفاشون منو به تکاپو انداخته بودم، به تکاپوی پیدا کردن راه فرار، چون به هیچ وجه نمیخواستم بیفتم دست دار و دسته قادر. چند روزی به نقشه کشیدن گذشت و هر بار نقشم به راه بنبست رسید، تا اینکه یه روز که برگشتم خونه دیدم در خونه تاق بازه. با تعجب رفتم داخل خونه. خبری از پدر و مادرم نبود و خونی ریخت و پاش شده بود، انگار که دزد زده باشه. اما آخه دزد چیکار به آس و پاسا، مگه اینکه دار و دسته قادر که بهمون مواد میداد برای پخش اومده باشه. برای اینکه بدونم چه خبر شده رفتم در خونه اقدس خانم، همسایه روبرویمون که دم به دقیقه لب پنجرش مینشست و اخبار لحظه به لحظه محل دستش بود. همین که زنگ خونه را فشار دادم، سرش را از پنجره آویزون کرد و گفت که از بابا ننت بگیر تا داداشای اوباش تو پلیس کف بسته برد. از شرشون خلاص شدیم. هر چی پرسیدم کجا بردن جواب نداد. میگفت میری که آزادشون کنی برگردن باز خونه تو بکنن تو شیشه. اما بی توجه بهش پرسون خودم رو رسوندم به کلانتری نزدیک محله. از دور چشمم روی پلیس که بهش میخورد سردسته باشه افتاد و دنبالش رویدم و صداش زدم. سربازا جلومو گرفته بودن. اینقدر سر و صدا کردم که همون پلیس متوجه شدم سرهنگ هست، گفت بذارید بیاد. منو برد به اتاقش و ازم خواست حرفی که میخواستم و بزنم. شروع کردم به حرف زدن. گفتم که پدر و مادرم معتاد هستن و منم پخش کننده ی مواد، مجبورم میکنم مواد پخش کنم. گفتم که جدیداً متوجه شدم که میخوام منو به یه آقایی به اسم قادر که هم آشپزخونه داره هم تو کار قاچاق دختر به دبی هست بفروشم. برای همین دلم نمیخواد برگردم به خونه، چون میترسم بیفتم دست دار و دسته قادر. سرهنگ که مشخص بود مرد خیلی محترم و خوبیه، ازم خواست آروم باشم. سرهنگ میگفت که جرم برادرام انقدر بزرگ هست که شک نداره که قاضی یه حکم سنگین براشو میبره، اما پدر و مادرم بعد از 4 ماه آزاد میشن. ازم میخواست بهش بگم که میتونم توی دستگیری قادر کمکشون کنم یا نه. بهش این اطمینانو دادم که کمکشون میکنم. سرهنگ بهم گفت که بعد از اینکه پدر و مادرم آزاد شدن و دار و دسته قادر اومدن سراغم، باهاشون برم و نگران چیزی نباشم تا اونا بتونن به قادر دست پیدا کنن. میگفت بین آدمای قادرم جد پلیس مخفی گذاشتن تا نگران چیزی نباشم. گویا خیلی وقت بود که دنبال قادر و داره دستش بودن ولی نتونسته بودن گیرش بندازن. میگفت اگه یکی از دختران نفوذ کنه زودتر میشه به بالا سرشون یا همون قادر دست یافت و اون دختر من بودم. پدر و مادرم که آزاد شدن خیلی نگذشت که دار و دسته قادر دنبالم اومدن و منم که خیالم از سرهنگ و همکاراش راحت بود، برای اینکه کمک بکنم تا شر آدم‌هایی مثل پدر و مادرم و آدمایی مثل قادر کم بشه، با جون و دل پا به کاری که برام خیلی ترسناک بود گذاشتم. جو اونجا برای من خیلی ناشناخته و عجیب میومد. چیزهایی میدیدم که تا حالا توی عمرم ندیده بودم و نه حتی شنیده بودم. یه اتاق پر بود از دختر. یکی از دخترها از خونه فرار کرده بود و به خیال اینکه میخواست سر و سامون بگیره قاچاقی به خارج بره. نمیدونست که قراره چه بلایی سرش بیاد و به تور قادر و آدماش افتاده بود.
یکیشون رو شوهرش فروخته بود و یکی دیگه‌ش دختر بچه دزدیده شده‌ای بود که از وقتی پا به اونجا گذاشته بود از ترسش می‌لرزید و تشنج می‌کرد. و من شاید عجیب‌ترین ماجرا رو بینشون داشتم، دختری که پدر و مادرش فروخته بودن. اونجا کار اضافی نمی‌کردم که بهم مشکوک بشن. کمی که گذشت چند نفر از اعضای باندشون یه جا تنها گیرم آوردن و خیالمو راحت کردن که پلیس مخفی هستن و حواسشون به من هست که نگران نباشم. ولی بهم سپردن که خیلی مراقب خودم باشم. خودم هم متوجه شده بودم اونجا هر اتفاقی میفته، از تجاوز بگیر تا قاچاق اعضای بدنشون و اجاره دادن شبانه دخترها، هر چیزی رو من اونجا به چشم خودم دیدم و به خودم لرزیدم از داشتن خانواده‌ای که میدونستن قراره چه بلایی به سرم بیاد. و باز منو فروختن به همچین جایی، به همچین باندی. نمیدونم خوش خیال بودم یا حقیقت بود، چون اونجا برخلاف دخترای دیگه خیلی اذیتم نمی‌کردن. نه منو به اعراب فروختن و نه کاری بهم داشتن. با خودم فکر می‌کردم لابد بابام سپرده که فقط آشپزیاشونو بدن دستم. ولی این وسط یه پسر بود با سیبیلای بلند و چشمای درشت وحشی که روی یه تای ابروش خط چاقو افتاده بود. از نگاهاش حس خوبی نمی‌گرفتم. می‌دیدم که دنبال فرصت تا تنها گیرم بندازه، چون اونجا کی به کی بود. اما منم انقدر هوش و ذکاوت داشتم که سریع متوجه می‌شدم جاهایی که خلوت بود خیلی رفت آمد نمی‌کردم. یه روز سرمایه بدی خورده بودم، حالم سر جاش نبود. اونجا خودمون دکترم داشتیم، رفتم پیش دکتر و بهم سرم تزریق کرد. بیحال توی همون اتاق افتادم. چی میدونستم پسر دم به دقیقه توجهش روی منه. از طرفی دکتر اونجا بود اما نمیدونم چی شد که دکتر از اتاق بیرون رفت. رفتن دکتر همانا و داخل اومدن یاور همون پسر هفقت همانا. نمیدونم اثر داروها بود که پلکام سنگین شده بود و چشام دوتا میدید یا داروی اشتباهی زده بودن، اما آخه دکتر که خودی بود. یاور داشت نزدیکم میشد و من لحظه به لحظه کرختر. هر چی میخواستم توانم و جمع بکنم و جیغ بزنم نمیشد. لحظه آخر که نزدیک بود دستمو بگیره، میعاد پسری که میدونستم مأمور مخفیه به دادم رسید و یاور رو از اتاق بیرون انداخت. کلافه بودم، بهش گفتم نزدیک به 2 سال میشه که تو باندشونم، شهر به شهر گشتم باهاشون، تو هر شهر یه پله بالاتر رفتم. ولی آخه بس کی تموم میشه این بازی؟ خسته شدم از نگرانی و ترسی که توی لحظه به لحظه هام حس میکنم. میاد گفت که خیلی کم مونده، گفت حس میکنه یاور یا خود قادره یا یکی از افراد نزدیکشه. حرفاش موهای تنمو سیخ کرد. قادر مردی بود که من خریده بود. درسته تا حالا اتفاق بدی نیفتاده بود. پدر و مادرم هم که اگه پدر و مادر بودن که همچین کاری نمی‌کردن تا بخوام بعد سفارشمو کنن. این بار دیگه شک نداشتم که قادر نذاشته تا حالا اتفاقی برای من بیفته. حالا چرا؟ الله اعلم. حرفمو با میعاد در میون گذاشتم، اونم تایید کرد و شکش چند برابر شد و بهم قول داد این خونه آخرین محل مأموریته و همینجا کارمون تموم میشه. دلم میخواست به قولش اعتماد کنم چون دیگه خسته شده بودم. همونطورم شد و دمدمای صبح بود که پلیسا ریختن تو ساختمون و همه رو گرفتم. من انقدر ترسیده بودم که میاد کمکم کرد تا سر پا بایستم. کل اعضای بانک که توی خونه بودن دستگیر شدن و برای بازجویی برده شدن. اما من دیگه جایی برای رفتن نداشتم. ابدا نمیخواستم برگردم کنار خانوادم. از طرفیم جایی برای موندن نداشتم. از میاد خواستم منو ببره پیش سرهنگ. وقتی با سرهنگ حرف میزدم میادم کنارم بود. از سرهنگ درخواست یه خونه کردم و بهش گفتم هر کاری فکرشو کنن از دستم برمیاد، اما نخوان که برگردم پیش خانوادم. اگه خونه رو هم بهم ندن آلاخون بالاخون میشم. سرهنگ بیچونه چرای اضافی یکی از خونه‌های سازمانو در اختیارم گذاشت و کمکم کرد درسمو خوندم. و این پدر حمایتم کرد تا تونستم برای خودم اسم و رسمی پیدا کنم. تا الان که الانه حتی نمیدونم قبر پدر و مادرم کجا هست، اما هر هفته هر طور که شده سر خاک سرهنگ میرم و براش قرآن میخونم. چون سرهنگ بود که کمک کرد توی من جلاب نیفتم. موافقین که این داستان نشون میده حتی تو تاریک‌ترین شرایط هم میشه نور امیدو پیدا کرد؟ اگه موافقین توی کامنت ها برای من بنویسید و اگه دوست داشتید لایک کنید. یادتون نره چنل دفتر زندگی رو سابسکرایب کنید تا از داستان‌های بعدی جا نمونید. مرسی که تا اینجای داستان همراه هم بودین. دوستتون دارم.